گلکره من نخالشه چخیل تیار میکنه. اول زمینه قابل کرده، جویش ملایم کرده، همین خیلی جوی میکنید و اینجا بعد تخمه میپرتوید. تخمه میپرتوید تا برآمده کشه من این خیلی لطه قطعی میپیچونید. هوا گرمه بهارنگی باشه این خیلی نمیکنه، تا 1 کیلو میکنید. بعد همین خیلی 40 روز همینجا میسته، یک بار همین برگش 5 تا 6 تا شوه این خیلی ترپاق میکنید. بعد همین 40 روز گذره گرفته اونجا روید. بعد 40 روز پس همین خیلی کرده زمینه چوب کرده، پاره انداخته، جویا گرفته میشنونید. بعد همین 2 بار چوب کرده میمونید. من اینو اکن دوینی ماخه شد شنوندگیم ده. من همین خیلی کرده این چیز میکنم، من میبنده. اگر بالاش همین خیلی نپوشانید این زرد میشوه، این خوشوری نمیشوه. همین کایی که همین خیلی 1 تا نیم تا شد من همین خیلی شد. بعد همین خیلی کرده میپیچونید. من این اکن بازار به تیار شده. اگه اینه بریده بازار میبرید. همین دوینی ماخته میپزه. اینو تیار میشه جوی وایبه و نخالش اکن پرتوتن تیار میشه تو این تمام شدگیش به. این با بعدی 15 روز پس جوی این با تخمی میپرتم نخال. چیز میکنید. من همین تخمیشه، من همین تخمه 1 تا 1 تا گرفته میشنونید. من این غفص باشه هم نمیشه و من 1 تا 1 تا گرفته میشنونید. بالای وایبه من این خیل کرده خاک میپردوید. بعد همین خیلی لطه خط پیچانده بالاشتن او میریزید. همین خیلی و برای یک کمتر همین خودش چیز بالا شوه لطهش میگیرید. سیم کرده ای بالای سیم لطه میپیچانید. سری لطه میمونید، بیگانی لطهش گرفته یک جوبه جمع میکنید. همین آفتابه این طاقتش نیست میمونه.